الان. جانم. سلام. سلام. چطوری داداش؟ مخلصم. من نوکرتم. عشقی تو داداش. تو عشقی. تو عشقی. حالت خوبه. معلومه. بگو جونم. داداش ها. تو دیوار سگی گذاشتی برا فروش. یه دونه با اجازه. کوچولوی ها 2 ماهه. 2 ماه. نه 2 ماه نیست. 45 روزشه. کجا به دنیا آمده داداش این سگ؟ تو آمریکا. سوسماز. مسخره میکنی داداش. داداش کجا به دنیا اومده منظورت خود تو بیمارستان به دنیا آمده، تو آمبولانس، تو خونه، کجا؟ نمیدونم والا. باید مادرش رو پیدا کنیم ازش سوال کنیم. اسمش چی داداش؟ اسمش ما ادی صداش میکنه. ولی شما ادی. هم چی صداش؟ داداش ما سیاوش صداش میکنیم. نه. ببین این دختره ادی چجوری میخوای صداش کنی؟ من داداش میتونم مثلا اینو غلامعلی صدا کنم. آره چرا نمیتونی؟ هر کی دوست داری صدا آزادی. داداش عشقی بگو. بعد این سگ تربیت هم شده، کارمار کردی باش؟ آره صبح واسط میره نون میره. بلد باشی بگی. مثلا خب با چی زبونی صحبت کنم که بفهمه؟